28 صفر آمد و روز عزاش، آمد و روز عزاش. 28 صفر آمد و روز عزاش، آمد و روز عزاش. ماتم جان گزای خاتم الانبیاست، خاتم الانبیاست. برداشتن تعلق روح که مرگ ایشان است و از دنیا رفتنشونه به اراده خودشونه، به خواست خودشونه. هر موقعی خدا مصلحت بدانه اجازه بده روح مطهر این بزرگوارها از بدنشون مفارقت میکنه. حالا این بدن هر حالی داره، ممکن است به یک جراحت سر، ممکن است به یک ضربت بازو که بر بازوی زهرا وارد شده، ممکن است به یک سمی که اثر گذارده مثل رسول الله. مصلحت دیگه روح مطهرشون به اجازه خودشون از بدنشون مفارقت کنه، زهر اثر میکنه، نقاهت ضعف بر بدن حضرت غلبه میکنه، هیچ چیز دیگری غلبه نمیکنه. و البته نوع شهادت این بزرگوارها مثل سایر امور ایشان کلیت داره، یعنی مربوط میشه به مقام ولایت و نوع تسلطشون بر عالم و تعینی که دارن. مثل سایر امورشون که جنبه کلیت داره، این هم جنبه کلیت داره. باید علی سلام الله علیه با ضربتی که بر فرق نازنینش وارد میشه از دنیا بره. رسول الله باید با همین زهر، یعنی اون زهر کار دیگه نکرد در بدن حضرت، روی نظام که باید پیغمبر از دنیا بروند و همینطور طبیعی از دنیا نمیره پیغمبر نمیمیره، امام نمیمیره، باید یا او را بکشن یا مسمومش کنن. روی این جهت حضرت به واسطه اون زهر آنچنان نقاهت و ضعف بر اون حضرت غلبه کرده بود که خود ضعف هیئت اعتدالی رو گرفت از بدن رسول الله. ببینید چون دیشب عرض کردم مباحثی برای تتمیمش، حالا به ذهنم خود عرض کنم، هیئت اعتدالی ولو به غلبه ضعف هم باشه، ناتوانی کفایت میکنه برای اینکه به اصطلاح ما بهانه پیدا بشه پیغمبر رفع عنایت کنه از این عالم، چشم رو هم بگذاره. توجه فرمودید؟ برای این که رفع عنایت کنه و عنایت این عالم رو بده به دست علی، جانشین حقیقی و اصلی و واقعی او، به همین ضعف کافی است. همین مقدار ضعف که غلبه کرد، هیئت اعتدالی این بدن از بین رفت. نه اعتدالش سر جاش. معنی اعتدالم اینه که هر چه داره این بدن براش باقی میمانه. هر چه داره روح مفارقت میکنه، اما کمالات این بدن براش میمانه.